یک فایز ترسیده وای کردم من گفتم اونا از سیستم پیش کننده کن اونا تصادفی شخص ها هستند یا منصبدارا یا خیشتوار اونا از سیستم چیزات کننده کن بگذار 1000 کس از 1,500 کم شود و متقاعد آینده با وای میشود من یک بچه یک پسر یک نواری بود اصلا پاتریوت من گرچنده که سالی وای بود медбрат بود اصلا من گوش کردم گریه کردم میگوید که گوش کردید کدام بود اولی وایده این نامردا برای چی میگریزی میپرتوید وقتی ننگ ناموس آمده است برای چی مردم وای میکنید یک موی سفید آمده است من پنسیونر آمده در اینجا برشته اینا آمده با جای وای کردن شما وظیفه و کاراتون پرتوتین رفتین در خانهاتون هر با اون قطعی در دیگر جا وای کرده ایستادین من پیشنهاد کرده بودم که این کسا مکافات دولتی را پیشنهاد کننده کن اینجا بیا رنگ روز سوز است کو اونجا بفکریم که چند هفته در همونجا بودی روات هم نشد بیساز چند سال شد کار بکنی؟ 7 سال تجربه 7 سال تجربه کاری من 7 سال تشکر زیاد گرچنده یک چیزی عادی وای بودی کرده لیکن ننگ ناموس داشتگی متخصص بسیار وای بود ضربه جانکا بله سلامت باشی موفقیت کجا را ختم کردی؟ کالج تیوی جمهوری شهر دوشنبه را کالج جمهوری دوشنبه بعد نخوندی چی در دانشگاه تیبی ده تولد چند است؟ چند رفته ای؟ 31 دم اویله دار هستی؟ شکرانه خدا صاحب یک فرزند یک فرزند؟ شهر دوشنبه ده؟ شهر دوشنبه ده شهر دوشنبه؟ کوارتیره ده زندگی میکنی؟ سبب همین بود که جای زیستید برای یعنی برقرار کردن کسی جدید پدرم در جنگ شهروندی گذشته دیدم مثلا جناب جای زیستی دویمی نداشتم سال 2011 که خط کردم تا سال 2014 در فدراسیون روسیه برای جای زیستی دویمی چی کردن مادرم در خانه خیش تواب دادن خانه خیش خیلی خانه هر کس زبون جناب رولی گفتم مادر من نظم بیارم دادر من نظم بیارم فدراسیون روسیه رفت بگه کار کنیم بیارم یادم سویتی زمین بگیرم مادر من نظم بیارم جناب رولی زحمت کشیم خیلی شکرانه خدا خوزی آنها خونه تری نمیخه همون برگ میگن هم تری دور محترم جناب دوری عذاب و باران شکرانه خدا خیلی دانشگاه تیبی در تحصیل نکردی؟ حاضر وای کنیم سپارشیم امکانیت روزانه خواندن داری؟ دارم جناب رکتر این همه باید آشنای مرد وای میکنی داخل میشود وزیر یک جاده медбрат وایش میکنی کارگر معاش گیره گوداکوشه اسدالله رحمان نوشته گیرین ما بینم که چی دارم برای کوارتیره خدمتچاری دولتی ما یک دو خانه میشه تا برای نام نویس بید برای خان هم کار کن هم زندگی تا پیش بر با من نظارت میکنم اسدالله رحمان خب سلام باشی این خیلی پاتریوتو یک وای جستی خودشان قاطی هزارها نفر از خفای خودشان میبرند یعنی هزارها نفر به ناموس میارند ассалому алайкум ҳамкасбон ва табибони мушфиқу меҳрибон ростӣ ҳамин қадами шумо бошаду ҳамин қадами шуморо ман буста кунам ҳазор раҳмат ба табибон дар ин рӯзи сахтӣ дар ин рӯзи вазбинӣ ҳамроҳи халқ ҳастанд ҳамин пои шумо болои сари мо ҳазор раҳмат ба духтурони ваҳдат духтурони ҳисор табибони истиқлол табибони якум советскӣ табибони
کلاب شهر طالبان تمام جمهوری کسانی که امروز با خلق همراه هستند در کمک خلق هستند هزار رحمت به شما و به آن طبیبانی که امروز خلق به آنها محتاجند با بانه های گریختن امروز روزی سختی در همراه خلق نیستن گریختن با بهانه های در هر یک کنج بجا شدن باور که من شرم می آید در روزهای تینجی این خلق برای شما در کار بود برای شما این خلق در کار بود امروز روزی سختی آمده خلق شما هر جا گریختین رفتین این عیب نیست این شرم نیست با کدام وجدان امروز خلق با این فرمای ما احتیاج دارد نه که تو گرفته در کیم جا بجایی برای چی نمیستی امروز بیای در قطار ما بسی به این خلق کمک کنی برای چی او کندک سینه میزدی او کجاشی نه تنها در بیمارخانه ما در بگوش ما میرسد که در تمام بیمارخانه ها بعض نفرها ترسیده گریختن این کاری طبیب نیست دکتر انقلاب ممکن است اجابه اینا فلش موسفه نفقخر 4 شبانه روزی پیش نبیره ها فرزندا خونه نرفته نفقخر این عیب نیست که دختران جوان از کار میترسن این عیب نیست روزدار است ایمونیتت میگه پس باشم میگرزن ایمونیتت این مسافت پس نیسته امروز در بر ما جوانان این مسافت چخته 4 شبانه روز در 4 شبانه روز 8 ساعت خواب کرده در 96 ساعت کاری 8 ساعت خواب کرده 8 ساعت 88 ساعت دیگر همین آدم چه به خلق ملت خدمت کرده چه خیلی جوان مردم اخی دیگر چی بگو من نکنم همین دکتر همین کسکل همین اشکی تو بکش همین مردم قهرمان خیلی چه ببینم رنگ دیگر ها بزیلو نگریزم بکش نکنم بکش این مصفه نفقخر اینه امروز نفقخر کار کسه جوانا کار گریختن جوانا اینا مرحمت اینا نفقخر دکتر ما در خلق خدمت میکنیم انشاءالله با خواهش الله اهمی سختی و اهمی چیز رو میریم ما باور داریم که دیگه طبعا همچون که من با خلق خدمت میکنم ما در خدمت خلق سلامت باشی من شما را بگردم رحمت کلام با یک چی گونم اخوی این در امقل پدر بابای ما میشه و امروز چه به خلق خدمت کرده سی بعض نامردا ای کار گریختن تو میای روزی دیگر همه تینجی میشه و انشاءالله همه تینجی میشه تو روزی دیگر میای من تو سوال میتونم در این روزی سختی تو در کجا بودی با کدام روح بروی من نگاه میکنی چی جواب میگوی با چی جواب میگوی من گریختم این برای طبیب عیب است مردم تاجیکستان گفتنیم که من روز اول در خدمت شما بودم و دیگران بودن امروز بعض طبیب های ما خدمتی صافدلانه کردن امروز در بستر بیماری هستن بعضیشان و آنها شفای کامل شفای عاجل میگم رحمت به آن طبیبایی که امروز خیلی با طبی بلند در بسترش لگن هزار رحمت برای خدمت های شما
این سخنهای ما به شما سخت نرسید، به شما تماما علاقمندی ندارد. اون به آنهای علاقمندی دارد که آنها خودشون میدونن. از خلق التماس میکنیم، خواهش میکنیم که در جاهای جمعیتی نقاب بندن، به نقاب نگردن. التماس میکنیم خدا نگهبانتون. ما با شما هر قدری که میتونیم از زورمون میرسه به شما خدمت میکنیم. رحمت کلام. خدا نگهبانتون. ما شما را دوست می‌داریم مردم. ما شما را دوست می‌داریم. ما هم پدر داریم، مادر داریم، ما هم فرزند داریم. ما شما را به مانند پدر و مادر، به مانند فرزند من همین خیر میدونم. من دیگران را همین خیر میدونم. خدا نگهبانتون.